دیگه گالوانیزه یا دیگه استیل، کدومش برای گرمایش سخت خوبه؟ این سوالیه که شما همیشه از ما میپرسید. ما یک بار برای همیشه اومدیم تا به این سوال شما جواب بدیم. دیگ‌های گالوانیزه معمولاً طول عمرشون بین 2 تا 3 ساله و بعد از این مدت زنگ میزنه. سختی، اسیدی بودن و قلیایی بودن آب روی این موضوع تاثیر میذاره. دیگ‌های تمام استیل که از گرید 304 ان اکسید نمیشن، زنگ نمیزنن و طول عمر خیلی بالاتری دارن. تعادل حرارتی استیل از آهن خیلی بالاتره، پس زمان کمتری برای گرم شدن نیاز داره. در واقع دیگ‌های تمام استیل نسبت به دیگ‌های گالوانیزه به مراتب مصرف سوخت کمتری دارن. یه نکته قابل توجه اینه که دیگ‌های گالوانیزه نسبت به دیگ‌های استیل وزن سنگین‌تری داره و فضای خیلی بیشتری رو اشغال میکنه. تنها برتری که دیگ‌های گالوانیزه نسبت به دیگ‌های استیل دارن اینه که قیمتاشون کمتره. اما ما تو مجموعه یوناس با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته و تولید انبوه این مشکل رو حل کردیم. حالا میتونید با قیمت یه دیگه گالوانیزه یه دیگه استیل از یوناس بخرید.